سلام. این ماکت و مراحل ساختش و راز و رمزش و کلی آموزش دیگه شو تو پارت یکش گذاشتم. این هنوز کامل نشده، این کامل شده شه. تو پارت 2 تکمیل شده شو میبینی. فردا شب میذارم. اینو از دست نده، کلی آموزش داره. رفتم قیمت گرفتم. ماکت خالیشو میده 5 میلیون، با ماکت موتورش داره میده 7 میلیون. بریم بسازیمش و یه برآورد هزینه بکنیم ببینیم با چقدر میتونیم خودمون بسازیم. بعد 3-4 ساعت طراحی تو نرم افزار کورل یه همچین شمایلی رو به وجود آوردیم که این تیکه ها قراره مثل پازل توی همدیگه برن و توی این قاب قرار بگیرن و اون شکلی که حالا مد نظرمونه به دست بیاد. این قسمتشو حتما باشین، خیلی موضوع جالبیه. اینو یه توضیح در مورد این بدیم. عکساش هم که قراره چاپ بشه و اینجا هم که قسمت شخص سازیه. اینم که زدیم به عشق بچهای ژاپن و دیگه. ای کاش رفاقت ژاپنی بود. اولین مرحله قبل از برش لیزر اینه که ما بر اساس متریالی که داریم و رنگبندی که داریم این قطعات رو به نحوی بچینیم که کمترین پرتی رو توی اون متریال داشته باشیم. مثلا الان اینجا قسمت‌های مشکی کارمونه که توی ورق چیده شده و با یعنی مماس همدیگه، بعد با مثلا فضای خالی که پرتی کاره رو قطعات چیدیم. این سقف کاره خیلی متفاوت تر از اون ماکتیه که قیمت کردیم. این هم قسمت‌های قرمز کار، این هم خام، این هم سفیدشه. خب حالا بریم بعد از این مرحله باید توی نرم افزار کنترلر لیزر به هر کدوم از این طرح‌ها سرعت و قدرت برش بدیم که بهترین نتیجه کاری هم بگیریم ازش. یکی از چیزهای جالبی که این نرم افزار داره، شما اولویت‌های برش قطعاتتو با رنگبندی‌های متفاوت واسه دستگاه تعریف می‌کنی. یعنی در اصل هر رنگی که پارامتر اول باشه اون زودتر انجام میشه نسبت به اون رنگ دوم. حالا ما اینجا اگه دقت کنی رنگ‌های مختلفی داریم، ولی چون من دارم یک متریالو میزنم با یک قطر ثابت و زیاد تفاوتی واسم نداره کدومو اول بزنه کدومو دوم بزنه، همه رو تک رنگ میدم و از طرف دیگه تمامی خطای رو هم افتاده رو پاک میکنم که زمان برشم و کثیفی کارم هم کمتر بشه. حالا این خطا رو خودش اتوماتیک پاک میکنه، بعدش هم فایل رو میفرستیم تو دستگاه و شروع میکنه برش زدن. میدونید این برعکس چیه؟ اگر میدونید تو کامنت ها حتما واسه هم بنویسید. حمایت کنید، لایک بزنید. به خدا ما کارهای دیگه داریم بکنیم، داریم به شما آموزش میدیم. خب دستگاه رو روشن میکنیم. این چیلر دستگاهه، وظیفش خنک‌سازی تیوب لیزره. آب مقطر دائم داره میچرخه تو دمای 20 درجه که تیوب نترکه. اگر خاموش باشه شما 2 دقیقه با دستگاه کار بکنید تیوب میترکه و یه ذره 40-50 میلیونی تو 2 ثانیه بهت میزنه. اینا ورقای MDF، بعضیشون یه رو کشه، بعضیشون 2 رو کشه. اینم که خامه. به اسم 3 میل بهمون میفروشن ولی 2.5 میله. ولی ما میریم میخریم میگیم از اون ورق 3 میلا بده. میگه آها 2.5 واسه بار میزنم. خب اول بریم مشمع مشکی رو بزنیم. برای اینکه بهترین حالت برش رو داشته باشی ورقت نباید تاب داشته باشه، چون فاصله کانونی سر هد لیزر با ورق خیلی مهمه که با این خطکش من تنظیمش میکنم. این خطکش رو ببین، این خطکش دقیقاً فاصله کانونی سر هد با ورق رو واسه هم در میاره که ما روی 5 میل میگیریم به خاطر اینکه تنظیمات این لنز رو 5 میل. خب فایل برشمون رو فرستادیم تو دستگاه، بعد برمیداریم انتخابش میکنیم، اسمشو میاریمش اینجا، فایل باز میشه. پارامتراش هم که اینجاست میبینیم، این پارامتراشه که با سرعت 50 میلیمتر بر ثانیه و 80 پاورش این کار رو واسه ما برش بزنه. خب بریم واسه برشش. باد دستگاه رو وصل میکنیم. حالا بهتون میگم چرا از این دستگاه باد دارم استفاده میکنم. حالا هم استاد. بسم الله. الان داره قسمت بالای کارو، قسمتی که نور میخواد اینطوری تو کار قرار بگیره داره به تمیزی تمام برش میده. خب بریم میزم آماده کنیم تا داره قطعات برش میخوره. تابلو خوشگل میزمون، راستی کل این میزو خودم درست کردم و همشو چرم کشی کردم، میز مندرج درست کردم، جای قطعات و لوازم آماده کردم تا توی یوتیوب خیلی حرفه‌ای تر باشه. اگه خواستین بدونین چجوری برای این میزا رو داشته باشین حتما کامنت بذارین تا واسهتون مراحلشو بذارم.
حتما یه دو شاخه بزنید شما از این کارو نکنید. خب این تابلوی خوشگلمون، قطعاتی که لازم داریم اینو نمیخوایم، چکش رو میخوایم، کاتر رو میخوایم، کلید نمیخوایم، لازم باشه، قلم رو نمیخوایم، این هم برداریم، چرم هم که نمیخوایم بکشیم. خب اوکی، یه قطعات رو بیاریم و واسه مونتاژ. خب چقدر حال میده رفتی یه کارتو انجام میدی میای میبینی ورقی که میخواستی آماده است، 2 دقیقه دیگه تموم بشه و مشکی کارو برداریم. خب بادش رو ببندیم و مکندر هم خاموش کنیم و بریم قطعات رو جمع کردیم. این اون فریم اصلی کارمونه، اینا بدنه هاشه، این هم اون تیکه‌ایه که تو کار میخواد بخوره. این هم دوبل قابه، دو تاش افتاد. خب این هم جعبه توی تعمیرگاهمونه. طبق معمول فایلی که میخوایم انتخاب میکنیم، قرمز کار، یه فریم میگیریم که ببینیم کارمون درسته یا نه. این برای اینه که محیطی که میخوایم کار بکنیم مطمئن بشیم کاملا چوب زیرش باشه یا تو فضای خالی کار نکنیم. خب روزی پمپ بادباز مکنده استارت. نه خیلی خوشگل. این هم قرمز کار که حالا تیکه‌هاش از زیر کار در میاریم، بقیه‌اش هم اگه بتونی بدونی که بیفته تو سینی قطعاتتو برداری انگار ثواب کردی، یه همچین حالتیه، خیلی حال میده. خب بریم از تو سینی برداریم این هم که قرمزی وسط یه سفیدیه چاپ کنیم. خب حالا الان اون مشکلی که اون اول کار گفتم اگر برش تمیز میخوای باید ورقت صاف و بدون تاب باشه، دقیقا توی این همچین مشکلی رو ما داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه روی کار چسب خورده و کاغذ سفید چسبیده شده باعث میشه ورق ما به این حالت شکم بده. و چه اتفاقی میفته وقتی رو ورق روی میز برشمون میذاریم گوشه های کار اینطوری میاد بالا و این برش لیزر رو کاملا خراب میکنه، هم دوده میده هم کاملا نمیبره. به خاطر اینکه این مشکل از بین بره ما چند کار متفاوت میتونیم انجام بدیم. یکیش اینه که وزنه بذاریم روی کار، یکیش اینه که کارو مهار کنیم، یعنی این گوشه ها اینطوری چسبیده بشه تو. احتیاج نداره که مثلا به فیکسچر واسه این درست بکنی این گوشه های کار از زیر پیچ بخوره و اینا، چون کار تکه. ما با همین چسب کارو در میاریم، اینطوری کارو میکشونیم تا اونجایی که میتونیم بیاریمش پایین. حدوداً آوردیمش تا اونجایی که تونستم صافش کردم. یه ذره فاصله قانونیه رو بالاتر میگیریم که لبای کار تمیزتر در بیاد. یه ذره نقطه صفر کار رو توتر میگیرم چون این لبه ها دیگه خیلی تاب داره. یه ذره حالا توتر باشه چون کار تکه ایرادی نداره انقدر پرتی به ما بده، چون کل کار در اصل از پرتی داره در میاد. یعنی کل کار در اصل داره پرتی به ما میده، چون کار تکه بقیه کار داره پرت میشه. ولی حالا این یه ذره رو از خودمون میگذاریم، به خودمون سخت نمیگیم. خب میریم اینجا یه فریم این شو محیط کاری ما، ولی باز اینجا خیلی بالا این داره اذیت هم میکنه. از یه پلیتیکای دیگه استفاده بکنیم.
آفرین بهت کمه. ببین ایناست که میشه تجربه. نکن یه انقدر داره کارتو راه میندازه. پوسته. ای جان ای جان چه حالی داد. خوبش. بسم الله بالا وصل میکنیم. الان داره با سرعت خیلی بالا واسه من جاهایی که باید کارو بچسبونم و در میاره. مثلا اینجا میخوام اون پوندا رو بچسبونم. داره جای نوشته ها رو در میاره، اونم که قاب عکسامونه. خیلی کار خوشگلی میشه. حتما ببینید تا تهش چی در میاره از اون. اینجا رو بگید. این همون معضلیه که گفتم. این همون داستان اختلاف قطره. ببخشید اختلاف فاصله قانونیه. لبه کار چون تاب داره برش رو کثیف زد. مثلا نبرید کامل. ولی اینجا میبینید چقدر تمیز میشه. خوشیالش ها. یه سوال اینجا چقدر هزینه این چوب و برش و اینا شد؟ ببین چوب و آخر سر باید بشینیم حساب بکنیم، ولی برشش کلا حدودش 10 دقیقه شد. دقیقه ای هم بخواد برای خود ما هزینه‌ش رو حساب بکنیم یه چیزی حدودش 3000 تومان 4000 تومان میفته. شما حساب کن 40-50 هزار تومان الان برش این کار شد. حالا چاپ داره کارهای دیگه داره، ولی تا الان 40,000 تومان برشش. طراحی بالاخره هزینه بر هست، ولی اینکه شما اول کار هزینه های کلی تو باید در بیاری تا متوجه بشی اون جنس چقدر واسه وای میسه. بقیهش دیگه کار خودته دیگه. خب اینا که شد فریم ما. اینا رو یه لایه خام وسط کار قرار میگیره، یه لایه مشکی که هیچ پینی روش نیست، یه لایه هم مشکی پشت، برای اینکه این کارمون اینطوری قشنگ کاور بشه و یه قطر بیشتری هم بگیره. میبینی؟ قطر 3 لایه است. این الان قطر بیشتری گرفته. در عین حال ما پینی دیگه نمیبینیم، در از پینا رو این زیر ما قایم میکنیم. بعد شروع میکنیم به مونتاژ کردن. خب اول از این دولایی ما شروع کنیم. اینو آخرین مرحله کارمون. این رده ها رو میبینی؟ این رده ها به خاطر اینکه لیزر وقتی برش میده دودو از زیر کار که داره میده بیرون زیر کار میچسبه. واسه همین بعد از این ورش حساب کن که تمیزتر روی کاره. اگر پشت کارت هم معلومه دیگه دستمال بکشی دیگه تمیز میشه بکن. ما میتونیم الان این دوتا رو با هم چسب بزنیم بچسبونیم، ولی این کار رو نمی کنم. اول برمیدارم قطعات کناریمو روش میچسبونم. خب این قطعات رو اینا هم همون دودا هست؟ دقیقا میبینی اینجا رو میبینی همون چون این نور دوده رفلکسش نشون میده. اینجا تمیزتره اینجا کثیف‌تر. این خط شمشیری های دستکاری میبینی. خب حالا ما باید ببینیم کدوم واسه کدوم اول چی به چی میخوره. اول پیدا کنیم اینا رو. خب آها یادم رفت اینو بگم. یه سریا رو نری طراحی کردم، یه سریا رو مادگی. این به اینا میگن مادگی، به اینا میگن نری. اینا وقتی تو هم دیگه جوین میشه یعنی اتصال برقرار میشه با یه قطعه چسب وایمیز. با چه چسبی؟ ما چسب 502 استفاده میکنیم.
چرا چسب چوب استفاده نمی کنی؟ چسب چوب کارو هم زمانشو میبره بالاتر، هم کثیفی‌های خودشو داره. کار کردن باهاش توی این مدل کارا زیاد منطقی نیست. بهتره شما از چسب 502 که سریع میچسبه و سریعتر کارتو میتونی تموم کنی استفاده بکنی، چون زمان مهمتره تو این کارا. الان اینجا نیومدگی تو هم نشست. دقیقا اینجا میشینی تو هم. بعد اینکه گشادتر این سوراخاش. الان دوبله دیگه، ما بیرون کارمون مشکی میشه واسه نمای کار، داخل خام میزنیم به خاطر اینکه هزینه کار بیاد پایین‌تر. بالاخره این روکشه قیمت کار رو میبره بالاتر دیگه. ما تو رو خام میزنیم چون میخوایم روش دوباره از این روکشه استفاده کنیم. اینا میاد واسه نمای داخل دیگه تو کاور میشه. یه سوال، جان. اگر این کار بخواد مونتاژ بشه اون وقت نیروی بدنی زیادی نمیگیره؟ یعنی مثلا اجرت کار بالا نمیره؟ 100%. ما مهمترین قسمتمون توی کارایی که داریم هزینه مونتاژ کاره، چون زمان برترین و طاقت فرساترین قسمت کاره. واسه همین باید شما طراحی تو به نحوی انجام بدی که راحت ترین حالت ممکن مونتاژ بشه و سرعتش انقدر بالا باشه که دیگه راحت کارا تعداد تولیدت بره بالاتر. واسه همین باید خیلی مواظب این باشی از چه مدل پینی استفاده میکنی، چه مدل طراحی رو داری، چی اول رو چی میاد. اینا خیلی تاثیرگذاره. خیلی عالی. تیکه هاشو بذاریم، بقیه‌اش هم گرمه. پس من چه سر کنم؟ باگه دیگه، اینو مثلا با فشار اینا رو بزنیم تو. خب بچه هست به 1-2-3 اینو نگه میداره؟ 1-2-3 نیست، 502. 502. آره نگه میداره. 502 قوی تر از 1-2-3 جوش میده، بستگی داره کجا میخوای استفاده کنی. مثلا روی خام اصلا تاثیرگذار نیست، انگار داره میره تو خوردش. ولی اگر این دوتا قطعه یه درز خیلی کمی داشته باشن و اون درز فقط جایی باشه که اون مایه وایسه، انقدر اتصالش قوی میشه کل کار میشکنه و اون یه تیگه جدا نمیشه. سخت‌ترین قسمت اینه که این آخریه رو بتونی توی اینا، چون دو طرفش دیگه پره دیگه، سخت‌ترین حالتش اینجا. مثلا همین قشنگ با تمرکز دوستان از یه زاویه باشه که من بتونم نشون بدم. صدای دلنشین. بیا اینجا دیدی؟ آره. این یعنی تمیزی کار که تمامی قطعات خوشگل کنار هم دیگه بشینه. خب این شدش بغلای کار ما. حالا این وریش میکنیم چون لایه بعدی رو نذاشتیم هنوز. رو میدیم داخل. خب این شدش نمایی که میخوای از ماکت ببینی، قاب و فریمش در اصل. خب حالا ما میتونیم الان از داخل شروع کنیم چسبوندن قطعات بیایم بیرون.
اولین کاری که میکنم همین چیزی که تا الان چسبوندم و گذاشتم و تیکه هاشو کنار هم دیگه میذارم. این چسب 502 چسب فوق‌العاده خفنیه، یعنی واقعا دوای دردمونه، همه کارامونو داره این انجام میده. خب برای اینکه تمیزترین حالت داشته باشیم باید اول از همه این تیکه ها دقیقا تو جای خودش نزدیکترین حالت به هم دیگه بچسبه. بعد از درز شروع میکنیم ریختن این مایه. این آقا جذب میشه، هیچ چیزی رو سطح نمیمونه. خوبیش اینه چسب 1 2 3 یه قشر سفید رنگی رو تو همه جای کار نشون میده. نگاه کن اینجا تموم شد، سفت سفت با یه حرکت. تو به 3 ثانیه 1 2 3 هم نیست، یک. فقط وقتی دارین میریزین مواظب باشین زیر دستتون نره که اون باعث نشه روی کارتون کثیف باشه. بعد به اندازه بزنی، هرچی کمتر بزنی این چسبو بهتر و تمیزتر میشه کارت. خب اینم زل آخر، کنج آخر، درسته؟ خب نه زدن میشه بهش با. خب ولی بهتره به نظر من ما پشت کار رو بچسبونیم بعد قطعات رو کامل بکنیم. لایه خام رو اول میزنم داخل. عاشق این صدا قولنشی خوندن میده و تمیزی کار دقیقا. اینه که انقدر درست همه چی اندازه لب به لب هم دارم میرم تو. اینه چیپس خوردن خرج انقدر فیته. این لایه خام ما لایه مشکی هم میزنیم که دیگه کار جمع شد تمیز. این میشه باکس کلی کار. دیگه بقیه قطعاتمون رو این سوار خب چقدر خوشگل شد، عالی شد، تمیز. به به. خب حالا چسبکاریه با دقت. این چسب هم دونه 100,000 تومن، 100 تومن چسب میاره احتمالا. هر یه دونه باکسش یه دونه چسب رو دیگه فکر کنم ببره، چون وسعتش زیاده و لایه ها دوبله، بیشتر چسب میخوره تو هم. حالا به نظر میشه اینو با چوب کمترم کار آره کرد میشه، ولی ضعیفتر میشه دیگه، پرپری میشه ولی فکر میکنم واسه دکور مثلا اوکی باشه ظریف‌ترم. ببین خوبه ها، ظریف‌تره خوبه. یه سری جاها ارزون تر کردنه همیشه خوب نیست، به خاطر اینکه شما یه کاری رو باید بیشتر انجام بدی. مثلا توی این کار وقتی نازک بشه توی این ابعاد کار وله لق میزنه. پس یعنی کلا ابعادش بهت کوچیک‌تر شه اگه قرار نازک آره آفرین، تو کوچیک‌تر بزنی یه ذره استیبل‌تر کار وای میسه. یعنی اینطوری حیفه بخوای. چقدر مگه تفاوتشه؟ 500,000 تومن کل کارو این همه داری هزینه میکنی،
ولی اون واسه 500,000 تومان کارت اصلا هیچ نمایی نداره که هیچیه، همون 2 روز اولم خراب میشه و بندازی بره. حالا یه سوال جان یه سوال انحرافی، اون تابلویی که درست کردی اون پشت خب چه جوریه که انقدر قشنگ نور توش نرم کار شده؟ نورش چقدر بوده؟ چه جوری بوده؟ اینو میشه توضیح بدی؟ برای اینکه شما نور تمیز نوره. از پشت یه کار بدی بیرون خیلی باید صاف یه- و یه دسته. آره باید یه دیفیوزر داشته باشی. دیفیوزر در اصل مثل یه الک عمل میکنه، کل نور پخش کار رو توی محدوده واسط یه دست میکنه. من الان نور رو توی کار اینطوری فقط دور کار کردم، ولی شما اینجا حالا یه ذره نور بالا و پایین بیشتر هست ولی اینجا تاریک نیست، ولی اصلا. اگر اون نمیخورد اون وسط کار تاریک میشه. انگار مثلا این دو رو خود دو رو روش چی نور میگن؟ کار نئون کرده، فلکسی اون کار میگن. کرده. آره انگار نئون فلکسی کار شده، در صورتی که نیست چنین چیزی. آره، برشه دقیقاً. ولی خیلی کات و تمیز روی دسته. این بود که بعد از اینکه چسب میزنید حتما باید حواستون باشه کار چون چسب روشه نچسبونید جای دیگه، گل کارتون کنده بشه، پوستشو کثیف بشه. ببین الان کار قشنگ استیبله میبینی؟ تمیز شد. خب حالا من این لایه آخر اینم بذارم. اینو یه چسب بزنم سریع. اولین لایه‌مون قرمزه که میاد اینجا میخواد بشه. بعدش بغلای کارمونه اینطوری میخوره. اینو دیگه قرمز داشتیم، اینم میخوره اینجا. خب بعد یه مشکی میاد، میتونستیم این مشکی رو نزنیم، الان که مشکی خورده بدیم بزنیم بهتر. چقدر خوشگل شد. بعد این واقعا انگار دیواره یه آره یه تعمیرگاه گاراژه. تعمیرگاهه. این کف خب ژاپن. هندا. خب اینو تمیزش رو کنیم، چسبایی که اونجا زدیم رو بکنیم، باید یه دور تمیز بشه روش. سفید دردسرش اینه دیگه، ولی باز ببین خیلی تمیز کار کردم و سفید دستگاهی تو مثلا پامنا رو بازارهای اونور رو بری ببینی خندت میگیره، قهوه‌ایه دیگه سفید نیست. خب این میاد اینجا به خاطر دستگاهه یا به خاطر بیشتر باد. صاحب دستگاهه؟ بیشتر واسه باده، تاثیر باد روی چیزا. خب عالی، همه چی اندازه. اینو حالا میخوای اینوری بزنیم. اینوری طراحیش باشه اینوری بوده بدیم. یادم نمیاد در این حد بشه. خب دیگه اینجا بیشتر میشه سلیقه دیگه. خود خب. آدم. حل. چه جذاب. آره خیلی خوشگل. خیلی زیباتر از چیزیه که فکرشو می‌کنم. آره واقعا خودم هم انتظار نداشتم انقدر تمیز. اینو اندازه. نگاه کن، اینو نگاه، نه چسب بذاریم نه چیزی ها، خودش توش وایساده. به خاطر همه اندازه‌های چی دقیق. فیت. اون حجم برش لیزر انقدر دقیقه اینطوری در میاد. ولی واقعا چرا یه سریه که به قول شما حالا سمت پامنا رو اینه کار میکنن انقدر کیفیت کاراشون پایینه؟ دیگه اونجا طرف واسه شون اونقدر مهم نیستش که کارو تمیز بزنه، انقدر سرشون شلوغه، بعد تنظیمات دستگاهشون رو نمیرسن بهش، چی بهش میگن، دلشون نمیسوزه واسه کار مردم. ولی ما کار خودمونه دیگه، کار مردم هم اینه، کار خودمون میبینیم. خب من اسپری 1 2 3 خب اینجا چسب 1 اینجا 2 3 دیگه وارد عمل به میشه. خاطر اینکه خام داریم. واه این چی بود ازش استفاده کردی؟ این آره این دنباری که دارم میزنم که خشکی کلش از بین بره، این هم درفشه، اون توش
درفش کاویانی نه. آره درفش گفتی؟ رفتم تو شاهنامه یه دور این برگشتم. خوش شده کلش. الانم باید این کله رو بکنیم. خب اینجا خوب. اوه تو اون جیگرش خوش. خب چه ریسکی داره. آره دیگه این باید خیلی مواظب باشی. خب یه نکته طلایی بگم واسه استفاده کردن از چسب 1 2 3. زمانی که کارت فیته میخوای فقط بذاری سطحتو اسپری بزن، خب بعد اینو بذار. چرا؟ خدا اینکه سریعتر و بهتر میچسبه دیگه، تکونم نمیخوره وقتی گذاشتی. خب این از این قسمت. چقدر بافتش خوبه. خوشگله. خب، همه حالا چی بریم. اندازه است. مشکی. مشکی. یه مشتری داشتیم مشکی رو میگفت مشکی، بانک رو میگفت بانگ، مشمع رو میگفت مشمع. مشمع مشکی برای بانگ صادرات. خب چقدر مشتری دوست داشتن. خیلی خدا خیرش بده، برکت بده به زندگیش. خب اینجا این فیت. خب خب میریم برای سفید بالا. نه الان نریم سفید بالا، بریم برای قرمز این ور. تمیز کارمون همین بره. خب مهمترین چیز اینه که این خطا با هم بخونه، کج و کل با این است. خب اینجا خوشبختانه صاف. صاف. ولی چقدر تمیزی تأثیر داره. مثلا کلیت کار شما بگو بهترین متریال رو استفاده کرده، گرونترین دستگاه بورش زده، گرونترین آدمی هم که میتونسته مونتاژ هنر، مثلا میکلانج هم اومده واسه مونتاژ کرد. تمیز نباشه کار، اون زیبایی که در نهایت باید به شما بده رو نمیده. واسه همین باید شما همیشه حواست اول به تمیزی کار باشه. خب اون که قرمزمون خوب زیره. اینجا درزی دادم. مشکی دیگه داشتیم، مشکی. خب شست میزنیم و اسپری میکنیم و در نهایت میخوابونیم سر جاش. خب این هست. حالا کارو بکن. وای چقدر قشنگ. چقدر خوشگله. حالا تو مرحله بعدی سفید کارمونه که یه تمیز بکنم. به نظرت توی مونتاژ کار کردن رنگ چوب سفید کار ریسکی نیست؟ دقیقا خیلی. مثلا یکی از معضلات کار هر وقت مشتری سفارش میدم
اینه که سفید وقتی میگه یارو تن و بدن آدم میلرزه. دستت یه ذره کثیف باشه بخوره بهش کار حیف میشه. توی ورنیا هم فکر میکنم اینجوری باشه. ورنی هم همینطوری بود دیگه، چسب آهن که میخورد به کار رد دست و هم چربی و همه چی میمون روش. ولی خب به جاش تمیز کردنش تو ورنی راحت‌تره دیگه. با یه اسپری 1 2 3 آره، سریع تمیز دقیقاً. میشد. این یه نکته طلاییه آره توی کار تو تیراژ بهش رسیدیم. واقعا. اینو حتما نکته برداری کنید و تو کامنت ها بهمون بگید که این واسه تو مفید بوده یا نه. آها. حالا داره تمیز شد. این دفعه بدون چسب بله، وای یادی. میسه. خب درفش باه باه کارمیا. باه. خب اول بریم پشت کار رو چسبونیم که مهمتره نمون. این خام رو خام که دیگه بهترین حالتش چسب چوبه. اینجا رو بیا اول هونداشو بچسبونیم بعد بذاریمش تو. حواسم به این موضوع نبود. حالا قاب عکسشو میشه آخر سر گذاشت. نمیشه قاب عکسش هم بذاریم یه دفعه بچسبونیم؟ به خاطر اینکه صبح باید چاپ بشه الان داریم ویدیو رو میگیریم دیگه، بگیریم سریعتر برسه دست مخاطبای عزیز دل. کامنت بذارین حتما، بچه لایک بکنید، یه سابسکرایب بکنید. به خدا ما به همینا دل خوشیم. تو این وقت تو دلار 107,000 تومانی داریم از جون و دل مایه میذاریم. این یکی از پرریسک‌ترین کارهای ممکنه. واقعا من هیچ وقت نتونستم تا به امروز جرأت کنی این کارو جرأت کنم حتی دست بزنم به یه همچین کاری خیلی که ریسکی. انقدر ظرافت داره، انقدر ریسکیه و ببین، انقدر دقیق چسب بخواد زوم سر کن. جاش باشه. چسب و زوم کن. خداییش زدن همچین چسبی خودش یکی از ریسکاست. نگاه. و بچه این توی همچین دقیقاً. اندازه ایه. تعریف علکی کردیم ازا. نه عزیزم. استاد استادیه درستیه. به درسته؟ چقدر خوشگله. آره درسته. دلمون خواست. خب اینش کدوموریه؟ همین بری. میشه یه سوال بپرسید جا. ته ویدیوها؟ جان. اگر درست جواب دادیم یه دونه از اینا رایگان واسه درست کنیم. آها دوست باش. کوچیک‌ترم بود یا قولشو بده که حتما تو ویدیوهای بعدی یه دونه از این ماکت ها درست کنی برام. حالا همینو که نه دیگه، حالا دیگه انقدرم گنده یه ماکت کوچیک‌تر دیگه میگه. البته بستگی داره انقدر بچه‌ها حال بدن با آدم که دیگه اون ماکت خفن هم درست بکنیم. تازه ماکت های خفن دیگه هم تو راهه. یه لحظه اون پشت رو بگیر. بچه یه ماکت داریم اینجا همینجوری یهو اینجوری نشونتون بدم نبینید. آره. خیلی اینم خفنه. اونم جز کارهایی که من واقعا دوستش دارم ولی اون ورشو نشون ندادم قسمت اصلی شو که چه ویدیوها ببینید. بعد این آپلود میشه. دا دا اینم از این. ببین چقدر خوشگل خیلی شد. خوشگله. اینجا رو وای نور رو اینه توش رد میشه. خدا ایناست. خب نمیذاری استاد بذار استاد برسیم بیا. بهت. چقدر خوشگله. خب بریم واسه اینجا جای شخصی سازی است. اینم که جای شخصی دوتا سازیه؟ مثلا من به شما هدیه میدم برای بهترینم مثلا چه نمیدونم، بامزه. مثلا گاراژ مثلا فلانی آها. یا مثلا اسم شرکت یکی، نمیدونم مغازه یکی، هر چیزی رو ما اینجا حالا با چند تا روش میتونیم، هم میتونیم رنگی بزنیم، هم میتونیم هک بزنیم،
هم میتونیم یه قطعه پلکسی بذاریم تو کار. خیلی کارهای مختلف میشه کرد اینجا، بستگی داره که طرفمون چی بخواد. میشه اینو تقدیم کنی به من؟ اینو تقدیم میخوایم بکنیم به یکی از بزرگترین شرکت‌های وارد کننده موتور ایران. اینو بزنیم واسه اونجا، انشالله بعدیشو واسه درست میکنم. انشالله. ولی واقعا از نظر من لذت این کار رو همین دیدنش بیشتره تا داشتنش. آره دیگه، من میگم انقدر خودم از صبح تا شب درگیر زدن این کارا، یه دونه از این کارا خودم ندارم. آره دقیقا، چون چشم ولی میبینه دیگه تمام نمیخوای. کسایی که اطرافم هستن، از خانواده خودم تا دوستانم و خانواده دوستام، همشون تو خونه هاشون از کارهای من و تیمم هست. مثلا یه قاب عکس داشتیم، اون هدیه واسه یکی از نزدیکامون بود که میگفتش کاش کمیل یه امضایی از خودش رو کاراش باشه که حداقل آدم 4 روز دیگه کمیل معروف شد، بزرگ شد، ما بگیم بابا یکی از کاراش رو خونه ما هست. کارای به این خفنی یه روز چیه همین الانش گنده این بابا، خفنی کارو ببین، خدا وکیلی درزای کارو ببین، همه چی سر جاش. خدا وکیلیت خیلی تمیز شد کاره. ماشاءالله، واقعا خوشگله، تمیز شده. یه جایی درست شده. تمیز بودنه مهمتر از زیبایی است. این همون جاییه که گفتم فاصله قانونی دستگاه به هم خورده، اینی اضافه داده. خب اینو به سمت پایین بزنیم. نظرم به سمت پایین بیشتر نشون میده. بله داشتم میفرمودین. بله میفرمودیم. بالای منبر رفته کلا الان این پیج به پیج روانشناسی تغییر پیدا میکنه. بچه من یه پیجی رو زدم الکی، پیج روانشناسی، بعد در از فکر کنم یه هفته 200 خورده این نفر منو فالو کردم و کامنت میذاشتم و سوال میپرسیدم. این پیج روانشناسی از اونجا میاد. داشتم گفتم یه جایی زیبایی کار اونقدری که تمیزی کار مهمه، مهم نیست، ولی این کار هم تمیزه هم زیباست، هم همه چیزش اندازه است. استاد خیابانی. خب میفرمودیه اینجا ازت چسب بیشتر میزدم، اینو تو محله چسبید. خدا قسمت کنه این کار واسم جور شه. این تاب داشتن تو اینجا هم اذیت میکنه آدم. برو جون مادرت. خدا چش نخور. چرا اینقدر کیپ شدی تو؟ اخطار زیره. من هیچ وقت باخت نمیدهم، حتی به اشتباه. این توشت. یس ماشاءالله چقدر خوشگل و تمیز. ببین یعنی میل نمیزنه یهو دیدید بچه ها فردا صبح کمه بیدار شد، نه من بودم نه این ماکته دیگه. حالا خب حالا کفشم بزنیم و این اسپری 1 2 3 دوای درده، همه کار ازش برمیاد. دمت گرم خدا وکیلی. کسی که اینو درست کرد باید جفت و پایین چشمشو بوسید. دمش گرم. خب 4 گوشه کارو میزنیم. پرچم ژاپن، اینو میتونید به خیلی دیگه هم هدیه بدید همین قسمتشو. اگه گفتین چرا کامنت ها واسم بنویسید. شما میدونی خودت؟ یه حدسایی میزنم. چه حدس میزنم؟ در گوشم بگو.
نه مانداتا نه محمد سامی نه به کیام بایست الان بهت میگم. اینی که قرمزه کن. این چیه؟ واقعا که متاسفم برات بچه‌ها این نکته انحرافی بود خیلی توجه نکنید بهش چقدر عاشق این لحظم وقتی این توی هنو خوش نشده این تیده میکنی و یه زیر دست اینا سف شد. این هم از میشه از زوم بیای بیرون. آخه زوم راحت ترین حالت ممکنه و نور خوبه توش. به به چه رنگی، چه رنگ و لعابی داره. خب حالا ببین سبز دارم، صورتی دارم، زرد دارم، آبی، قرمز، سفید، نارنجی. ولی نظر خودم رو سفید. نظرته؟ سفید قشنگه. چون ترکیب رنگی تو رو بیشتر به نمایش میذاره به نظر. نظر من هم همینه. من این دستا رو دوست دارم. انقدر من این رو دوستش دارم. کار رو انداز، حرفه‌ای. یعنی خدا وکیلی هر آدم حرفه‌ای اگر اینو نداشته باشه حرفه‌ای نیست. ادای حرفه‌ای رو در میاره. خب. اوکی. خب بیاین اینجا یه نکته خفن از نمون فلکسی بهتون بگم که بعد برین دنبال کلیپ تا اینو یاد بگیرین. استاد از اینجا ببینیم. آره تا کسی فرستندش کنم. حالا نمون فلکسی پشتش خطایی داره برای کات کردن. این خطا مهمترین چیزی که داره این شما باید بدونید چند سانته. بعضیا 2.6 ان، بعضیا 2.5 ان، بعضیا 2.7 ان. من این نمیدونم چقدر واسه همین این فضای اینجا رو بیشتر گذاشتم که جای ریگلاژ داشته باشه. حالا بی زحمت اون کاتر من چیز من کفشین منو میدی زرده. ممنونم. اینو من خیلی دوستش دارم. تمام ویدیو میبینیدش آقای کفشین. خب ببین الان من یه حدودی از این بخوام بگیرم که این سر تا سرش باشه میشه اینجا. خب یه ذرم بلندترم هست. من اینو کاتشو میزنم دقیقا رو خط باید بزنی که بقیه کارتون خراب نشه. خب اینو میذاریم کنار. چم از زوم میکنم نور صفحه هم زیاد میشه؟ به خاطر اینکه دوربینت عوض میشه. اینجا ما باید بالا ردش بکنیم بریم داخل کار و الحمدلله اندازه است. فیت هم حالا نیست ولی اندازه است. یه ذره خب اینم از اینم از این اینطوری نمونتون میزنه بیرون. خب حالا واسه اینکه ما بتونیم اتصالاتمون رو برقرار بکنیم ببینید این میخواد اینطوری روی سقف نصب بشه. یعنی در اصل اینطوری. این کفشینمون سیممون رو لخ میکنیم به اندازه خیلی کم همینقدر. اون یکی هم لخ میکنیم. خب یه سوال بپرسم. الان شما اول بخوای اینو لحیم کنی خب بعدش چجوری میخوای از اون سوراخ رد کنی؟ اون سوراخ قراره چقدری باشه؟ آفرین چه نکته ریز و قشنگی اشاره کردی. بس اول باید سوراخ بزنی. منتظر بودم ببینم متوجه میشی. درست میگم؟ درست میگم و خوب اومدم. دریلو بهم بده دوست عزیز. جیگر تو برم من. شما اینجا رو داشته باشید استادو. خب بفرمایید. خدا رو شکر بازی هم داره. خب
ما پس اول اینجا رو کاش پس ما به اون نکته نمیرسیدیم استاد. ها میتونستیم گشادتر بزنیم، الان راحت تر بود که گشادتر بزنیم، چون الان باید همه رو نصب کنیم توی اونجا معلوم باید کار بکنم. ولی تمیزتر نمیشه به نظر؟ میشه در آورد، چون الان کارمون خیلی سخت میشه اینطوری. من اونو اینجا رو درستش میکنم، متوجه ای؟ اینجا رو با یه حرکتی درستش میکنم، ولی الان اینجا کار کردن خیلی سخته. پس اینو لحیم میکنیم. خواستم ببینم باز به این نکته میرسی یا نه، که بودم نرسید. پس همیشه استاد باید اولین چیزی که به بچه ها یاد میده صداقت باشه. راست باشه ما همه. خب این روغن لحیمه. این دوتا سیمو اینطوری میکنیم توش. چرا؟ بهتر اتصال میزنه، قلعت نمیمیره به اصطلاح. خب همیشه قرمز مثبت تو الکتریک. خب ما برای اینکه اتصالمون 1% به هم نخوره و خب این یه ذره بد داره با ایمس. یه ذره زاویه‌اش اینطوری کنیم. احسنت. اینم اینطوری میکنیم. آها میگیری درست؟ بچه ها میبینن؟ ما از شما بهتر نمیبینیم. احسنت، دست شما درد نکنه. خب اینم اتصال منفی. خب قبل از اینکه همه کارو نصب بکنی یه تست باید بگیریم. تستمونم باید با یه آداپتور 12 ولت 1 آمپر کافیه واسه این مقدار نئون. متوجه نشدیم. انشالله که درست باشه. خب حالا خوشگلیاش بمونه واسه بعد. الان ما اینجا رو چیکار کنیم که بهترین حالت باشه و بچسبه و اتفاق بدی نیفته؟ اینو میذاریم نکن، اینو واسه اینطوری بریدم، اینو میذاریم اینجا. خب اینو اینطوریش میکنیم که به هم دیگه هم نخورن و چسب 1 2 3 توی مغز کار میریزیم. یه ذره وایسیم تا بیاد. به همراه با جان بگم انگشتتونم چسبید. میخواستم بگم به همراه با انگشت استاد نصبش میکنیم. استاد خوب میاری یا. حالا ما الان یه باگی که داریم اینه که اینو باید یه ذره گشادش بکنیم، جای سیمشو در بیاریم. بیا دوست خوبم بیا. خب چی رو باید گشاد کنی؟ ریل نئون. اینجا قشنگ آیق می‌بینی قشنگ پوشیده شد. تمیز. خب حالا ما اینجا می‌خواستیم اینو اینور بزنیم، هلالش هم اینوری باشه. خب یه کات بریم و بیایم. برای چی؟ برای اینکه 12 دقیقه و 13 دقیقه است. خب اصلا احتیاج به تخریبم نداره، خدا رو شکر. خب ببین الان باید شما این ور حواست باشه که
همه چی لب به لب و اندازه باشه. خب این الان تراز کن درسته؟ تقریبا آره میشه گفت تراز. حالا از همه این ور از این ور چسمالیش میکنم. بیا دوست خوبم اومد. خب سپری میزنیم. اوکی. آخرم فکر کنم برعکس شد. آها نه این راستی میره تو. هیچ توی یعنی آره ما فکر کنیم گردش میاد بیرون. خب از این برم میزنیم. آره یه ذره فیتس تر شه فیتس. حالا من اینجا برای اینکه سیمم 1% کشیده نشه قطعی به وجود نیاد سر راه، اینجا رو قشنگ چسمالیش میکنم. خب اونم با 502 قوی تر میچسبه. حرارتی که 502 میده باعث نمیشه سیم آب شه؟ نه دیگه آب شه. به اون حد نیست، میده ولی اونقدر نیست. خب قشنگ اینو فیت. این دیگه این دیگه تکون نمیخوره، یعنی با زور دارم میکشم. خب این شد لایت سقفم. خب حالا ما اون جای اینو در بیاریم که دقیقا اندازه اینه. خب یه ذره گشادترش هم میکنیم و رد میشه. خب من اینجا اول سوراخ بزنم. خب مرسی. بالاخره رد شد. خب اینم که آوردیمش تو. آها گفتی چی جوری وصل میشه؟ به این شکل. ما اینو میذاریم اینجا. اینم میذاریم اینجا. فرمشو میشه ببینم چه شکلی؟ دوست خوبم یه دونه دیگه میخوام. این رو چسبایشو میکنیم. خب حالا این چی شد؟ اینجوری شد. 1 2 3 دقیقا. حالا تو اونو باید چسبشو بزنیم بعد بذاریم. اول ببینم چی جوریه. چسبشو نه دیگه بالا چسب رو میریزیم میره تو. آها مثلا روی لایه بالاشو نچسبیم. نه از بالا چسب میریزم میره اون پایین.
چقدر خوشگل شد. نه چسبیده مثل اینکه همون بعد 1 2 3 برسیمش. این چسبیده جلویی. خب 1 2 3 اینو پاک کنم؟ دستی که نگرفته بود. اینجا چسب ریختن موزه دیگه. چه چیز خفن و قولی شده. بچه ها این نورشه، این هوندشه، این هم کفشه و به 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 به. اندازه است. همه چیز عالیه عالی. خب این شد پارت اول این ماکت جذابمون. اگر میخوای ادامه این ساختو ببینی حتما چنل رو سابسکرایب کن و با یه لایک خستگی ما رو از تنمون بیرون کن.